تنها ماشینی که خودش و خانواده‌شو همه جای دنیا میشه پیدا کرد، از جنگ ایران و عراق گرفته تا گروهک‌های تروریستی. لندکروز سری 70 یار و یاور قاچاقچی‌ها، آفرودبازان، نظامی‌ها، اسطوره و افسانه دنیای آفرود و جنگ. ماشینی که تو دنیا نماد سرسختیه و تو ایران یه لقب داره، سردار. سری 70 عشق آفرودبازای ایرانیه، علل خصوص ماشین‌بازای کردستان و بلوچستان. جالبه بدونین تنها ماشین تو دنیاست که مردم نه دوست دارن تغییر کنه و بروز بشه و نه حتی تولیدش متوقف بشه. لعنتی نمیشون نمیره حالیش نیست. هر مسیری که راننده انتخاب کنه رو بالا میره، بدون تعارف پادشاه راههای خاکی و بیراه است. توییتای سردار یه هیولای همه چی تموم با طراحی ساده، خشن و ارتشیه که وقتی پشتش میشینی انگار تو خاور نشستی. طراحی شده واسه شرایط سخت کاری یا حتی جنگ. تو قلب تپنده این اسطوره معمولا یه موتور 4 لیتری 6 سیلندر یا 4.5 لیتری 8 سیلندر کار شده که قدرتی بین 200 تا 250 اسب بخار و گشتاوری بین 400 تا 600 نیوتن متر تولید میکنه. با یه گیربکس 5 دنده دستی و 4 چرخ متحرک که اجازه نمیده توی آفرود کم بیاره. جالبه بدونید روی لکسوس LX هم همین موتور کار شده. سری 70 در سال 1984 با توقف تولید سری 40 به دنیا معرفی شد و تا 2007 ظاهرش هیچ تغییری نکرد. اما از سال 2007 وقتی که دیگه ظاهرش خیلی از ماشینای مدرن فاصله گرفته بود، تویوتا تصمیم گرفت همه جای ماشین رو تغییر بده. از شاسی و محورا گرفته تا چراغ و جلو پنجره و راهنماش همه تغییر کردن، اما DNA ماشین حفظ شده بود و همون حس سری 40 قدیمی رو میداد. خلاصه که چالش بقیه ماشینا دستگرمی سرداره و حتی فورد 150 هم که باشی واسه سری 70 لات کوچه خودتونه عزیزم. KMC هم که خیلی زور بزنه دلغک آفروده. پاچه آفرود سری 70 و هر کجا مسیر سخت شد به سردار اعتماد کن. Yeah.